چند سالتونه؟ 31. 31 سال. ازدواج کردی؟ بچه شیر دادی؟ چند تا بچه شیر دادی؟ 3 تا دوقلو بودن. یعنی 3 تا بچه دارید ولی 2 بار زایمان کردید. بله. خب چقدر وقت شیرشون دادید؟ 2 سال. بعد چی شد که الان میخواید پروتز بذارید؟ دیگه همین سینه‌ام آب شده دیگه. سینه‌هاتون کوچیک شده؟ بله. ولم شده اومده پایین؟ نه همینجوری کوچیکه. ببینم سینه‌هاتون رو اینجا. خب تصمیم قطعی گرفتید میخواید پروتز بگذارید؟ میخواید خیلی برجسته بشه یا میخواید کم برجسته بشه؟ ببین دو جور. بعضیا هستن میگن میخوایم خیلی برجسته بشه، بعضیا میگن میخوایم حالت طبیعی بشه. چقدر برجسته باشه بعد نزدیک باشه تو رنج. دو تاش بیاد به هم نزدیک بشه. یه خط چاک بیفته وسطش. یه انگشت کمتر فاصله ببین داشته. ببین یه چیز بهت بگم، بزن سینه‌تو برای تو بعد توضیح بدم. ببین اون چیزی که بیش از حد فکر بکنی که خیلی سینه‌هات به هم بچسبه، خیلی‌ها بهت میگن دروغم بهت میگن. متوجهی؟ سینه وقتی که میخوای به هم بچسبه، ما این سینه رو میاریم اینجا، اینو بزرگ میشه. اگر این وسط رو این رو بخوایم این شکلی به هم بچسبونیم، پوست این وسط آزاد میشه، این قلمبه میزنه بیرون. اون قلم دیگه خیلی سینت زش، بهش میگن سین مستیا. یه حدی ما میتونیم 2 تا سینه رو به هم نزدیک بکنیم، از یه حدی بیشتر نمیتونیم. بیشتر از حد بخواد به هم نزدیک بشه، این 2 تا میاد اینجا، این پوست وسط قلمبه میاد بالا، خیلی زش، هیچ کارش هم دیگه بعدش نمیتونیم بکنیم.